بری بابا. من نمیام. چرا نمیای؟ من این ماشین رو نمیخوام. برو از خط و خشه. ماشین تازه برات خریدم. خودت ببین بابا جون. ماشین رو چه روزی در آوردی؟ چرا اینجوری کردی؟ لطفا عوضش کنی. فقط به خاطر خط و خش؟ آره لطفا عوضش کنی. فقط خط و خش ایراد تویه؟ آره بابا جون. خیلی خوب، الان درستش میکنم. بابا جون این ماشین شماست، چقدر خوب شده. بیا تو برات توضیح بدم. بیا. وای چی کارش کردین؟ مثل آینه شده. اینجا دخترم از 0 تا 100 زیبایی خودرو رو انجام میدم. آره دختر گلم، اینجا سرامیک، کاور بدن، شیشه دودی، دوراکلین، صافکاری پیدیار، نقاشی، همه کارا رو انجام میدم. خدای بزرگ دمشون گم، همه اینا با 50 ست